الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، امروز ما در روزی سید الایام در یکی از بهترین روزهای هفته قرار داریم و باز از این زیادتر در یکی از روزهای رمضان بزرگ قرار داریم. الله مهربان به فضل و کرم خودش روزهای ما را، عبادتهای ما را کلاً به درگاه بینیازی خودش قبول گردانده باشد و گذشتگان ما را رحمت و مغفرت و در عالم قبر آنها را از عذاب قبر و از سختی قبر نگهشان بدارد. ما میخواهیم امروز در باب صدقه و خصوصا در این ماه مبارک صدقه کردن چه فضیلت و ثواب دارد صحبت بکنیم. خب، صدقه یکی از بهترین عملها به حساب می روند. الله مهربان در کتابش در قرآن عظیم الشأن فرمود بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقرضوا الله قرضا حسنا، و در دیگر جا فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. در آیه یکم میگه کی است که به الله قرض حسنه بدهد، و در آیه دوم میگه کی است که به الله مهربان، به الله بزرگ قرض حسنه بدهد تا اینکه الله بزرگ او را چند برابر زیاد کرده به او باز بگرداند و برای او پاداش نیکو عطا بفرماید. مفسرین کرام میگن وقتی که این آیت نازل شد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، ابو دحداح یکی از صحابی جلیل که انصاری بود از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان شد که یا رسول الله، آیا الله از ما قرض میخواهد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بله یا ابو دحداح. گفت به من دستت نشان بده ای پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس گفت دستش رو به او داد. پس گفت که من به الله قرض دادم باغم را، و میگه در باغ ابو دحداح 600 درخت خرما بود. 600 درخت خرما که هر سال خرمای زیاد میدادن. و میگه مادر ابو دحداح در همون باغ بود همون هنگام با همراهی فامیلش، اهل و عیالش. و میگه ابو دحداح هنگامی که آمد به داخل باغ پس ندا کرد ای مادر ابو دحداح. گفت لبیک ای پسرم. گفت برا بیرون شوید از این باغ، پس به تحقیق من این باغ را به پروردگارم قرض حسنه دادم. خب ببینین که الله از ما چی میخواهد و به چی خاطر یعنی این آیت الله نازل کرد. و در دیگر آیت میگه بسم الله الرحمن الرحیم و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. و الله باز چی میگه؟ و انفاق کنید، صدقه کنید، نفقه کنید
در راه الله از آن مالی که برای شما را در اون جانشین قرار دادیم، یا که برای شما از پیشینیانتان میراث گذاشته شد. پس هر شخصی که ایمان بیارد از شما و انفاق کند در راه الله، از برای آنها اجر و پاداش نیکو عطا می‌فرماید. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح فرمودند: اتقوا النار ولو بشق تمره. گفتند شما از دوزخ خودتان حمایت بکنین اگرچه به نیمی از خرما هم باشد. یعنی انسان میتواند که در این حیات دو روزه به یک مال اندکی هم، به یک پول و پیسه اندکی هم خودش از آتش دوزخ نجات بدهد. به صدقه و نفقه اندک هم که باشد، انسان میتواند خودش از آتش دوزخ نگاه بدارد. و در دیگر حدیث برای اون شخصی که مالش در راه الله نفقه میکنه، انفاق میکنه، برای محتاجان، یتیمان، بیوزنان، بیچارگان، کمبغلان، مثل آن است که الله او را چیکار میکنه و هنگامی که انسان صدقه میکنه، الله صدقه او را قبول میگردانه به دست راستش و اون تربیتش میکند، حتی که همون صدقه اندکی اون انسان که از وجه حلال، از راه حلال، خالصاً به خاطر رضای الله، به خاطر کمک کردن بیوزنان و بیچارگان و بینوایان، الله او را میگه تربیتش میکنه. مثل که یک درخت یا که یک چیزی خورده تربیتش میکنی تا اینکه نمو بیا و کلان شود، تربیتش میکنه، میگه حتی که مثل کوه میگرده. همون از جهت فضل و ثواب و برکت همین مال خورده که کمترکی که انسان صدقه کرد، انفاق کرد، الله او را تربیتش میکنه حتی که مثل کوه میگرده و چی باز زیاده شده رفتن میگیره، اجرش و پاداش و فضلش. و زیاده از این اگر همین صدقه و نفقه و انفاق، خیرات، زکات در ماه رمضان باشد و این موسم حاصل غم داشتن و این موسم برکت و فضل و کرم الله، ثواب غم داشتن، جمع کردن، ذخیره کردن، ببینین که چقدر از او هزارها مراتب زیاد میشه. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث ها آمده است، در روایت ها زیاد، که بسیار صدقه و انفاق میکردن در رمضان بود. از غیر رمضان دیده رسول الله صلی الله علیه و سلم در رمضان زیادتر انفاق میکردند، در راه الله خیر صدقات میکردند. و میگه فضل صدقه کردن در رمضان برابری 70 مراتبه از غیر رمضان است، آنچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث ها ذکر کرده است. و دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند درباره فطر، درباره هر کسی که یک روزدار را یا که یک قوم را افطار میدهد، گفتند هر شخصی که افطار بدهد، نام بدهد برای یک روزدار، برای اون اجر و پاداشش از همون انسانی که روزدار است، همون انسانی که از صبح تا شام 18 ساعت و 20 ساعت در آفتابی گرم، در روزهای دراز، ساعتهای طولانی روزه گرفته است، همین آدم افطار دادگی را ثوابی همون آدم روزدار را نوشته میکنند. اگر یک آدم روزه داد، افطار داد برای روزدار بودگیش، الله اجر و ثواب همون آدم روزدار را در این آدم افطار دادگی میتیه. از همون اجر و ثوابی که اون این روز دراز ثواب گرفته بود، به آدم افطار دادگی یگم ذره کم کرده نمیشه، یگم ذره کم کرده نمیشه. و اگر ببین که انسان 100 آدم افطار بتیه، انسان 1000 آدم افطار بتیه،
یک کارتون خرما را میاری در دروش زیاده از 200-300 دانه شاید زیاد باشه. همه روزادارا که افطار میکنن برابر 200-300 آدم تو ثواب میگیری. با 2 سوم با 5 سوم میتونی که ثواب 300 روزادار از خود بکنی. خب صحابه ها گفتن ای رسول الله، همه ما قدرت نداره که افطار بکنی روزاداری را. از کجا ما بعضی از ما یعنی کمبغل است یا بعضی از ما نادار است، قدرت نداره. با گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم که الله اجر پاداش میتیه کسی که یک روزاداری را یک چشاندنی از شیر به او افطار بده. مثلا یک آدم یک کاسه میگیم ما بشقاب شیر میاره، میگه امیره افطار بکنه. 100 آدم همورا یک قرتی یک قطرگی مینوشن، افطار روزشون میکشن، افطار میکنن. الله ثواب همون 100 نفر به این آدم میده. ایرا ببینید. خب میگه درباره زکات که زیاد از مردم کوشش میکنن که زکات مالشون در این ماه مبارک زکات مالشون بتیان. میگه در فتواها که حرام است بر انسانی که زکات مالش پیش از رمضان وقتش آمده او انسان بگه که نه ما حالو نمیدیم، یک ماه بعد رمضان میآید یا 2 ماه بعد رمضان میآید، ما صبر میکنم به خاطر اجر ثواب رمضان در بیابم، همون 70 برابر ثواب از خود کنم، ما صبر میکنم، یعنی در رمضان زکات مال ما ادا میکنم. اما میگه که این ظلم است برای نفس خودش. اون انسان در نفس خودش ظلم کرده. بلکه میگه واجب است بر اون انسان اینکه زکات مالش براره همون وقت، همون ماه، همون مدتی که وقتش رسیده، وقت زکاتش رسیده، اون انسان باید زکات مالش چی ادا بکنه. اگر پیش از رمضان باشه باید تأخیر نکنه، باید به بعد نمانشه. لکن میگه اگر انسان زکات مالش که وقتش نرسیده، یعنی وقت بعد از رمضان وقتش میآید، مثلا 2 ماه یا 3 ماه مونده به زکات ادای زکاتش، اما رمضان شد، او انسان میگه پیش وقت رمضان میتونه که برای بعدی گفته همین زکات مال بعدی نماز گفته بتیا اداش بکنه، میتونه میگه همون سنه که همون سالی که بعد میآید حساب میکنه که تا فلان وقت زکات ما پر میشه، زکات مالش ادا بکنه. برای این خیر است. اما از وقت گذراندن اجازه نداره، انسان گناهکار میشه. و زکات مال دادن یکی از رکنهای بزرگ اساسی اسلام است که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند بنی الاسلام علی 5. بنای اسلام، خانه اسلام ساخته شد بر 5 ستون. اولیش که شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، گواهی دادن بر اینکه نیست معبود بغیر از الله و گواهی دادن بر اینکه محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است. و دیوم برپا داشتن 5 وقت نماز. سیوم دادن زکات مال. 4 روزه ماه شریف رمضان. و 5 طواف خانه کعبه کردن، انسانی که قدرت داره به خاطر زیارت کردن رفتن. خب الله ذوالجلال چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله ذوالجلال چی میگه؟
هر شخصی که هر انسانی که این تهدید به انسان‌هایی که زکات مالشون ادا نمیکنن، تهدید به انسان‌هایی که حق الله نمیرورن، تهدید به انسان‌هایی که پول و مال و پیسه‌شون طلا و نقره‌شون ذخیره میکنن، حق او را برای یتیم و بیچاره و مسکینا و درماندگان نمیتیان. گفتن اونهایی که جمع میکنن طلا را، نقره را، یا که دلار و یورو فرق نمیکنه، هر مالی که باشد و در راه الله انفاقش نمیکنه، الله میگه به پیغمبر که پس بشارت ده، اونها را یعنی خبر بده به چی؟ به عذاب دردناک در دوزخ. و گفتن روز قیامت در دوزخ عذاب خیلی انسان ها چی است؟ روز قیامت میگه همونا را مثلا همون قطعه طلا باشه، یا که نقره باشه، یا که دلار و یورو باشه، فرق نمیکنه، گرم کرده میشه. میگه روز قیامت تفسیرات میگه اما هر یک او را دانه دانه گرمش میکنن، سوزانش میکنن. در همه انسان در پیش روش، در پیشانیش، جبههم، در پشتشان و جنوبهم و ظهورهم، در پشتشان و در طرفان پهلوهاشان هر یک تاش دانه دانه مونده میشه. به همون طلای نقره گرم کرده عذابش داده میشه. چی؟ هذا ما کنستم لانفسکم، این است همونی که در دنیا جمعش کردین، این است همون مالی که شما زکاتش نآوردین، این است همون مالی که شما چی؟ حق الله جدا نکردین. حق اون 8 صنفی که الله در قرآن گفت انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. همون 8 صنفی که گفت شما برای اونا جدا نکردین، نآوردین، پس بچشین عذاب همون جمع کردگی مالتونه. خب و انسانی که میگه اگر زکات مالش از اون مالش میتیه، او در این وعید داخل نیست، او از این وعید بیرون است. به خاطر که حق الله میره بگذار میلیارد دلار داره، میلیارد یورو داره، میلیون داره، فرق نمیکنه. حق الله برآورد هر سال حساب کرده برآورد، او امین است، از این عذاب امین است، برای او نیست. خب و میگه ثابت است در حدیث صحیح این که هر شخصی که صاحب شتر باشد، انسانی که از شتر زکات مال میکنه، و انسانی که صاحب گوسفند است اما شتر و گوسفندش به زکات رسیده اما ادا نمیکنه زکات مالش، روز قیامت همون گوسفندا، همون شترها کلان شده، بزرگ شده، خیلی کلان شده میان، مثل شاید که کلان شوند بیان، به خاطر که انسان در روز قیامت چقدر جسش کلان میشه، به خاطر که عذاب دوزخ اگر به این جسمایی که حاضر داریم، به این ضعیفی خوردیمون که بریم، شاید همون داخل شدن دروازه دوزخ در آب شده بریم. مثل که حالی اگر انسانایی را که در همینجا سوزانده میشه در داخل همون چیا، سردخانه ها، مردخانه ها، مثلا مبنی کافرها، در یک داخل کردن زود میسوزه، به خاطر که شاید 1000 درجه هست یا نیست، او صدها هزار درجه است و الله جسم‌های دوزخی را کلان بزرگ میکنه، به خاطر که عذاب چی زیاد بچشن و آب نشوند. خب میگه کلان شده میان همون مال، گوسفند یا که بز یا که شتر، و میگه این حدیث است که میگه همون انسان به شاخش میده میکنه، زده همون انسان که صاحب همون مال بود، زکات ای همون شتر یا که ای همون گوسفند نروارد، به همون شاخش زده چیکار میکنه؟ میدهش میکنه همون انسان، باز الله اون انسان باز دوباره زندهش میکنه و باز همون عذاب میچشه. و یا اینکه میگه بچی با ناخوناش و با چنگالاش زده او را میده میکنه، میگه حدیث وارد شده در این باره. خب دیگر بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله خطاب میکنه که میگه ای مؤمنان، ای اون کسانی که به یگانگی الله، به رسالت پیغمبر ایمان آوردید، انفاق کنید، صدقه کنید، نفقه کنید در راه الله، چی پیش از اون روزی که اون روز بیاید که در اون روز دیگر خرید و فروش فایده نداره
که در اون روز دیگر دوست بودن با یک انسان، یعنی در این دنیا غیر از الله دوستی کرده باشه دیگر فایده نمیکنه. و شفاعت در اون روز از اونایی که در این دنیا یعنی از اونها امید داشتن غیر از الله، غیر از مسلمانان و غیر از دوستای الله، که در دیگر آیات میگه استعاذ بالله الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اما دوستانی که در این دنیا به دیگر زیاد دوست نزدیک بودن، آماده بودن که برای دوست جان شبته، آماده برای دوست همه پول و مال شبته، چقدر دوستی محبت دنیوی میبینه در آدم‌ها. اما روز قیامت همه این دشمن میشن به یک دیگر، میگه مگر متقیان، مگر اونایی که از الله میترسیدن، در این دنیا به خاطر رضای الله دوستی میکردن. مثل که شما امروز آمدین در مسجد به خاطر رضای الله یک دیگر میبینیم، عبادت میکنیم، استغفار طلب میکنیم، فرض الله ادا میکنیم، میریم. روز قیامت اگر یکی از ما امید جماعت بودگی در جنت الله نصیب کنه، یکی از دوستا درجه فردوس بلندترین جنت بروه به فضل الله و عملهایی که زیاد انجام داده بود، و دیگر دوستا را میبینه که در نزدش نیستن. مثلا میگه همین یک کاری صاحب بود، همین در مسجد خطیما میومد موعظه میکرد، خطبه میکرد، نماز میخوند، امام بود، اما در همینجا نیست. الله میگه برو دوزخ جستجو بکن، الله پناه بده. مثلا میره و همون دوستش از دوزخ فرمان میشه، ملائکه میرن تو را میپولن دوزخ، پیداش میکنن به خاطر که گناهکار بود، دوزخ برده بودنش، میارنش پیش همین دوست در همینجا به خاطر روشن شدن چشمش، به خاطر خرسندیش تمام شدنش، خرسندیش پر شدن، به خاطر که میگه دوستی داشتیم ما در این دنیا. اما غیر ایچی اونایی که بغیر الله نبود دوستشان، به خاطر دنیا بود، به خاطر منصب بود، به خاطر یک چیز بود، اونا نه، دشمن میشن برعکس. به همین خاطر میگه شما انفاق کنید در راه الله پیش از اون که چی روز بیاید که در اون روز دیگر خرید و فروش کردن یعنی معامله کردن و در اون روز دیگر یگام دوستی و یگام شفاعت میان روی یگام نفری که در این دنیا غیر الله دوستی میکردن فایده نمیکنه. خب و دیگر میگه استعذ بالله الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و میگه انسان هایی که همون آدم هایی که انفاق میکنن مالشون در راه الله شب و روز، چه پنهانی باشه چه آشکار، هر دوش هم جایز است. مثلا یک آدم میاره میگه که فلانی یک آدم فقیر یک چیز بعد پنهانی دست ده میتی همون پیسر یا خونش میبره، مثلا تاریکی شب ده یا که یک حالتی خلوت مشکل نداره. اما یک کس میاره در بین مردم دست یک برادر ده، یک انسانی مثلا محتاج ده، یک دوست ده، یک چی میتی میگه در حق ما دعا کن. این ریا نیست، او ریا الله میدونه. اما این انسان به خاطر رضای الله کرده در قلبش ریا نیست، اینم قبول است. همون هایی که شب و روز در راه الله پنهان و آشکار انفاق میکنن، میگه پس برای آنها اجرشون در نزد الله شون است، پاداش و مکافات و اجر او در نزد الله است. مثل که رمضان الله گفت کل عمل ابن آدم له الا الصوم، همه عمل های فرزند انسان از او است. روز قیامت از همه عملاش ثوابش روز قیامت در ترازوی اعمالش مانده میشه و اجر ثواب و پاداش میگیره. الا صوم فانه لی و انا اجزی. پس روزه از من گفتن من مکافات روزدار را خود میتونم، مهمون خاص الله روزدار. و همه انسانی که شب و روز انفاق میکنه، صدقه میکنه در راه الله، چی پنهان چی آشکار، اینا میگه اجرش مکافات و پاداشش الله خودش، پادشاه اساسی خودش او را راضی میکنه روز قیامت. راضی کردن الله چی است در روز قیامت برای بنده؟ اولش که از مقصد از همین دنیا که رفت قبر برای وای روشن و کشاد و جنت باغ جنت میگردونش. چون که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن قبر یا که از باغچه های جنت است یا که از چقرای دوزخ. انسان مقصد موتش آسان میشه، انسان قبرش برای کشاد روشن و باغ جنت میشه. انسان روز قیامت وقتی که از قبر بلند میشه در او گرمای روز قیامت، او انسان عذاب و حساب کتاب روز قیامت نمیفهمه، با وجودی که گناهکار بود اجرش در نزد الله هست. همش الله خودش مکافات میده.
روز قیامت میخزونش، در او تشنگی نیست در روز قیامت که دیگر مردم ها از تشنگی حلقشان میجوشن. چقدر عذاب سخت است روز قیامت حساب شفا باشه. و او انسان در نامه اعمالش به دست راستش داده میشه و او انسان چنانه که گفتیم که مردی که صدقه کرد که دست راستش صدقه دست چپش نفهمید در زیر سایه عرش جا میشه، الله او را جا میکنه اونجا. و اون انسانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز قیامت شفاعتش میکنه، میگه این امتی ما است، این در دنیا بسیار صدقه و انفاق کرده بود، الله او را مقصد شفیع میگردن و پیغمبر برای این بنده. خب نگاه کنید، میگه اجرش در نزد الله هست و اونها میگه اگم خوف ندارن و اونها غمگین هم نیستن. یعنی خوف بودن یا که غمگین بودن در دیگر آیه میگه استعذ بالله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. میگه اونهایی که بیشک اونهایی که گفتند پروردگار ما الله است، بعد از آن استقامت در شریعت ایستادگی کردند، عبادت کردند، از الله ترسیدند، امرهای الله به جا آوردند، از حرامهای الله باز ایستادند، اگر گناه کردند توبه کردند، از گناهاشون پشیمان شده توبه کرده گشتند، در راه الله یعنی بسیار عبادت کردند. اونها چی هستند؟ ملائکه های رحمت الهی و هنگام جان اونها از بدن بیرون شدن پایین میشن، به خاطر جانش گرفتن. انسان هم ملائکه یا که ملائکه رحمت میگیره جانش یا که ملائکه عذاب، همین دو قسم هستند. خب ملائکه رحمت میفرویند، در نزد او در گرد اطراف او میشینند، میگن که برای شما یکم خوف نباشه، بی‌پروا باشین، برای که انسان زیادتر از این میترسه که از مردن اصلا انسان نمیترسه. مردن انسان از این است که حالا میرم روبرو عذاب مرد در قبر تنگ و تاریک میمونن. از عذاب انسان ترس انسان از این است که حالا ما چی جواب میتونم برای خطر گناه کردگیم، اما اونجا بشارتش میتیم. ملائکه رحمت میگن یکم خوف نباشه برای تو، بی‌پروا باش، همین دلش آرام میکنن. وقتی که رسول الله فرستاده الله هست و ملائکه فرستاده الله میآیند از جانب الله، او را چی میگن که یکم خوف برای تو نباشه، ترس نداشته باش، بی‌پروا باش و غمگین نباش. میگن در قبر غمگین نباش، بی‌پروا باش. او انسان چه خیلی دیگه مقصد ترس به خودش جا کنه، بشارت شد و بشارت میتین به اون جنتی که چی وعده داده شده بودن در دنیا. و میگه دیگر جو که بسم الله الرحمن الرحیم و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. و هر آن چیزی که انفاق میکنین چی در راه الله، در راه خیر، در راه ثواب، پس الله چی او را جای او را میتیه، باز میگردونه با چند برابر، صدها برابر برای انسان میتیه و الله هست بهترین رزق دهنده ها. خب مهمیت همین است که ما باید در این ماه نسبتی چقدر انسانهایی که در کشورهای ما و شما، در دولتهای ما و شما از خشمون است، قوم است، دوستا هستند، مثلا بعضی کاکاها هستند، ماماها هستند، بعضی میگیم که همشیرها هستند، خالا هستند، زیاد هستند. میدونیم در قریات‌هایی که بودن در ما در افغانستان، مثلا که در کشورهای دیگه، خب میدونیم. اما را کوشش بکنیم که امیر رمضان دا زکات مال مونه، فطر روزه مونه، باز زیادتر مشکل نداره، روان کنیم زودتر با اونا این رمضان اوان با خوبی با خوشی بگذرونن، تا که همین رمضان از ثواب همون فضیلتی که همین درجات هایی که ذکر کردیم به نصیب نشیم و دعای اونا را در نزد الله قبول است. و بهترین صدقه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یک انسان در راه الله مال میتیه، صدقه میکنه و در یک بیچاره پیسه میتیه، در یک راه مانده میتیه، در یک جای دیگه میتیه، در اهل عیالش میتیه، کدامش بهتر است ثواب اجرش در نزد الله؟ گفتن همونی که در اهل عیال خود، در اهل فامیل خود میتی، او بهترین بالاترین اجر داره، به خاطر که او به تو رقابت دارن، یعنی صله رحم دارن، پیوند دارن، به تو خش قوم هستن، نزدیک هستن، یک چی هستن، یک رشته هستن، یعنی شما یک عائله فامیل هستین. به همین خاطر بهترینش گفتن در او است. اگر رفت از خیش قوم یکم اهل فامیل زیاده دارن، خودشان پیسه دارن، اصلا مقصد دارن،
باز بیگانه تر. همسایه است، حق زیاد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که همیشه جبریل علیه السلام مرا به همسایه داری وصیت میکردن، حتی گمان کردم که وارث ما میگردونه، وارث میراث بر ما میگردونه، یعنی برای همسایه داری. که گفتن کسی که به الله روز قیامت ایمان داره یا که سخن خوب بگه یا که خاموش باشه، و کسی که به الله روز قیامت ایمان داره همسایه‌اش اکرام بکنه، و کسی که به الله روز قیامت ایمان داره مهمانش اکرام بکنه. این هر سه کار از جمله ایمانداری انسانی مسلمان است.